در بخش نخست این پادکست پرداختیم که فرنگیز دختر افراسیاب به پیشنهاد و تدبیر پیران برای تقویت روابط سیاسی توران و سیاوش با شاهزاده ایرانی ازدواج کرد. این پیوند در ابتدا با شک و تردید افراسیاب همراه بود، اما سرانجام با برگزاری جشن باشکوه فرنگیز به همسری سیاوش درآمد. آنها پس از مدتی به سیاوش کرد رفتند، شهری که سیاوش در سرزمین سرسبز بنا کرده بود، اما سرنوشت تلخی در انتظارشان بود. به تحریک بدخواهان افراسیاب به سیاوش بدگمان شد و دستور قتل او را صادر کرد. سیاوش بیگناه به فرمان افراسیاب کشته شد. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. درود. به 17مین قسمت از سلسله پادکست های زنان در شاهنامه فردوسی با من بهشت خرم خوش آمدید. چون خبر قتل سیاوش به فرنگیز می رسد، فریاد برمی آورد، زار می گیرید و پرخروش بر پدر نفرین می فرستد و غوغایی بپا می کند. افراسیاب چون از چنان جوش و خروش دختر خود برای پهلوان ایرانی با خبر می شود، خشمگین از کار او فرمان می دهد تا فرنگیز را زار و خوار مویکشان از کاخ بیرون آورده و به میدان برند و آنقدر بر پیکر او چوب زنند تا کودکی که از سیاوش در نهان دل دارد بر زمین افتد و نابود شود و از بن و نژاد سیاوش یادگاری در توران بر جای نماند. فرنگیز نیز به دلیل سوگواری و نفرین بر پدر مجازات گردد. زنان کاخ فرنگیز که از کشته شدن سیاوش خونین دلند، مویکشان با فرنگیز زار میگیریند و فریاد برمی آورند. اما افراسیاب هرچند دختر را با زنار خونین بسته برمیان می‌بیند، باز هم دلش به رحم نمی آید و به گرسیوز می گوید مویش را بگیرید و مجازاتش کنید. ز پرده به درگه بریدش کشان، بری روز بانان و مردم کشان. زنندش همی چوب تا تخمکین، بریزد بر این بوم از توران زمین. اما فرنگیز با همه رنج و درد و شکنجه این عذاب‌ها را تحمل می کند تا سرانجام پیران میانجیگری می کند و افراسیاب از او می گذرد. پیران فرنگیز را در پناه می گیرد، او را به شهر ختن می برد و به همسرش گلشهر می سپارد تا از او پرستاری کند. فرنگیز در آنجا می ماند و تا زمان می گذرد و دوران دشوار بارداریش پایان می یابد. فرنگیز فرزند به دنیا می آورد که کیخسرو نام می گیرد، که روز نوایین و جشن نوست، شب سور آزاده کیخسرو است. زمان می گذرد و پیران خسرو را به شبان می سپارد تا پرورشش دهد. سالها بدین گونه می گذرد تا آنکه خسرو نوجوانی می شود در دلیری و پهلوانی بی همتا. روز از پیران می خواهد تا تبار او را به او بازگوید. پیران که چنین می بیند داستان زندگی و نژاد شاهنامه‌ای او را می گوید و از آن پس خود نزد افراسیاب می رود و از وجود نوه‌اش نزد شبان می گوید.
و می‌خواهد تا او خسرو را بپذیرد و بر او ستم روا نکند. او را مطمئن می‌سازد که خسرو کینه‌ای از او در دل ندارد و از گذشته خود بیخبر است. افراسیاب نیز به گمان آنکه نوه‌اش سر جنگ و انتقام ندارد و تنها به شبانی می‌اندیشد، به پیران اجازه می‌دهد تا وی را نزد او آورد و پیمان می‌بندد که بر او ستم نکند. پیران شادمان نزد خسرو می‌آید و آگاهی‌های لازم را به وی می‌دهد و آنگاه او را نزد افراسیاب می‌برد. افراسیاب وقتی کیخسرو را که پسر فرنگیز دختر او است می‌بیند، شادمان او را در آغوش می‌گیرد، اما از توانایی‌های او تنش به لرزه می‌افتد و پرسش‌هایی می‌کند تا دریابد آیا کیخسرو کینه‌ای از او در دل دارد یا نه. کیخسرو با خردمندی به همه پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و اعتماد افراسیاب را جلب می‌کند. افراسیاب که به او خوشبین گشته است، فرمان می‌دهد تا او را به فرنگیز سپارند و به محل به نام سیاوشکرد برند و هر آنچه که نیاز است در اختیار وی قرار دهند. چون فرنگیز و کیخسرو به آنجا می‌رسند، همه پذیرای آن دو می‌شوند و برایشان آفرین می‌گویند. زمان می‌گذرد و گیو دلاور نامدار ایران برای یافتن فرنگیز به توران می‌آید و 7 سال در دشت و بیابان و کوه در پی آنان می‌گردد تا اینکه از یافتن آن دو ناامید می‌شود و روزی که دیگر گمان برده است که آن دو کشته شدند، در کنار چشمه دلاور برومند همانند سیاوش می‌بیند. گیو در می‌یابد که او همان کیخسرو است. کیخسرو نیز چون گیو را می‌بیند شادمان می‌شود و مطمئن می‌گردد که پهلوان نامدار ایرانی در پی او آمده است. آن دو یکدیگر را از نزدیک می‌بینند و شادمان با هم به سیاوشکرد می‌روند. پس از آن گیو، کیخسرو و فرنگیز از توران به سوی ایران حرکت می‌کنند. پیران وقتی از فرار آنان از توران با خبر می‌شود، نگران از خشم افراسیاب با لشکری در پی آنان می‌تازد تا آنها را دستگیر کرده و بازگرداند. گیو که پیران را همراه لشکر می‌بیند، به تنهایی سوی پیران می‌تازد تا با او بجنگد. پیران چون گیو پهلوان را می‌بیند، به او می‌گوید هر قدر دلاور، بیباک و پهلوان باشی، به تنهایی تا به مقاومت نخواهی داشت و من تو را دستگیر می‌کنم و بر خاک می‌افکنم. گیو پهلوان‌های خود را می‌ستاید و به پیران می‌گوید تهمتن رستم پهلوان کسی را شایسته‌تر از من در پهلوانی نمی‌شناسد. بدین رو دخترش را به من داده است. سرانجام پس از نبردی که در می‌گیرد، گیو می‌تواند پیران را در بند گرفتار کند. فرنگیز هنگامی که از دستگیری پیران آگاه می‌شود، از کمک‌ها و محبت‌هایی که او نسبت به او کرده سخن می‌گوید و درخواست می‌کند که پیران بخشوده شود تا آنکه او را آزاد کنند. سرانجام فرنگیز با کیخسرو و گیو به ایران می‌آیند و چون کاووسشاه عروس و نوه خویش را می‌بیند که به سلامت همراه گیو بازگشته‌اند، همه را در آغوش می‌گیرد و می‌بوسد و فرمان می‌دهد تا گلشن زرنگاری برای فرنگیز آماده سازند. به او می‌گوید اکنون زمان آن است که غم سالها دوری و رنج و درد که کشیده‌ای از یاد ببری و دم بیاسایی. بدین گونه 9 سال می‌گذرد و کیخسرو به تخت پادشاهی ایران می‌نشیند و با لشکر پرتوان آماده می‌شود تا به خونخواهی پدر و رنج‌هایی که مادر کشیده است به توران حمله برد و افراسیاب را از تخت شاهی سرنگون سازد.
به گفته بهمن حمیدی، افراسیاب از پناهگاه خود بهشت گنگ چهارمین پسر خود جهان را برای خواهشگری و آشتیجویی نزد کیخسرو فرستاد و در پیام بظاهر دوستانه‌اش از فرنگیز یاد کرد تا شاید کیخسرو را با آرامی بخواند. اما کیخسرو در پاسخ گفت که تو همانی که مادرم را از پرده به راه دشت کشیدی و بر من که هنوز زاده نشده بودم آتش کین باریدی و مادرم را به زندانبانان سپردی تا در دید همگان تازیا نزنند، به طوری که مرا بیفکند و هر کسی که دید تو را به نفرین گرفت، زیرا هیچ شاهی یا دلاوری مانند تو نبوده که چنین کار کند. همچنین وقت مرا به شبانانم فرستادی تا دایم باشند. پس از شکست‌های پی در پی، افراسیاب به بند درآمد و به کیخسرو سپرده شد تا او را کیفر دهد. افراسیاب نالید: مرا بگذار تا روی مادرت را به جان و دل ببینم، آنگاه از مکافات گناهانم سخن بگو. بدو گفت: شاها ببود آنچه بود، کنون داستانم بباید شنود. بمان تا مگر مادرت را رخان، ببینم پس این داستان ها بخوان. بدو گفت که از خواهش مادرم، نگر تا چه بد ساختی بر سرم. پدر بی گنه بود و من در نهان، چه رفت از گزند تو اندر جهان. سر شهریاری بریدی که تاج، برو زار گریان شد و تخت عاج. کیخسرو پاسخ داد: اگر تو خواهان مادرم بودی، بر من چنین رنج نمی دادی. سپس افراسیاب و گرسیوز به فرمان کیخسرو کشته شدند. سپاه ایران سرانجام پیروز می شود و کیخسرو انتقام رنج‌هایی که افراسیاب به فرنگیز داده و کشته شدن سیاوش را می گیرد. با شکست تورانیان و پیروزی ایرانیان، زنان و پوشیدگان کاخ افراسیاب نالان و گریان نزد کیخسرو می آیند و از وی درخواست بخشش و در امان ماندن می کنند و می گویند سزاوار نیست که شهریار جهان سر ما بیگناهان را ببرد که ما نیز پرستندگان شهریاریم. چنان کن که روز نزد ایزد پاک شرم نکنی. کیخسرو چون ناله و زاری زنان بخت برگشته تورانی را می شنود، فرمان می دهد که آنان مجازات نشوند و در ایوان خود در امان بمانند. سپس سرافراز باز می گردد. هنگامی که بزرگان کشور در کاخ کاووس شاه گرد آمده بودند، همه بر پادشاهی وی آفرین گفتند و کمر خدمت بستند، جز طوس فرمانده و سردار لشکر که از فرمان وی سرپیچی کرد. پهلوانان خشمگین از کار طوس از او خواستند که فرمان شاه را بپذیرد وگرنه با او جنگ خواهد کرد. اما طوس که پادشاهی را سزاوار فریبرز می دانست، گفت: پس از رستم سزاوارترین کس در لشکر ایران منم و باید که شما فرمان من برید و فریبرز را که فرزند کاووس است و برای پادشاهی از کیخسرو که نوه وی است شایسته تر می باشد برگزینید. چون گودرز و پهلوانان دیگر سخنان طوس را می شنوند، بر آن می شوند تا با لشکر خویش با طوس جنگ کنند و برتری خود را نمایان سازند. طوس می اندیشید که بروز جنگ میان لشکر از سرداران و پهلوانان با لشکر وی سود دربر نخواهد داشت
بدین رو مرد خردمند نزد کاووس می‌فرستد و پیام می‌دهد که نتیجه چنین جنگ جز به سود تورانیان نخواهد بود، زیرا با کشته شدن گروهی از سرداران و پهلوانان ایرانی، تورانیان با آرزوی دیرینه خود خواهند رسید. کاووس چون پیام وی را میشنود، طوس و گودرز را نزد خود میخواند تا آنچه در دل دارند بازگویند. طوس به شاه میگوید که اگر از تخت و تاج سیر گشته ای، آن را به فریبرز بسپار که او پهلوان و دلیر و شایسته شاهی است. گودرز سخنان طوس را میشنود و پاسخ میدهد که ای کم خرد، شایسته تر از سیاوش در گیتی کسی نبود و اکنون تنها کیخسرو یادگار وی است که سزاوار پادشاهی است. سرانجام کاووس نوه خویش کیخسرو را برمیگزیند و حکومت به وی میدهد. چند سال می‌گذرد، فریبرز که پهلوان نامدار است بر آن می‌شود تا همسر برای خود برگزیند و از آن رو که مهر فرانگیز در دل دارد، در خلوت با رستم می‌نشیند و می‌گوید ای یل تاجبخت، مرا آرزویی هست در دل که تنها با تو می‌گویم و می‌خواهم تا خواسته دلم را به کیخسرو بگویی و سرفرازم کنی. مرا عشق و مهر فرانگیز در دل است و تنها او شایسته همسری من است. پس از مرگ برادرم سیاوش همسر اوست که سزاوار پیوند با من است. از تو می خواهم که راز دلم را بر شاه بگویی تا او مادر خویش فرانگیز را به همسری من دهد. رستم به کاخ کیخسرو می رود و خواسته فریبرز را به وی بازگو می کند و می خواهد تا اجازه دهد فریبرز با مادر او فرانگیز پیوند همسری ببندد. کیخسرو به رستم می گوید که پیشنهاد خواستگاری وی را به مادرش می گوید و اگر او پذیرد مرا مخالفت نیست. پس از آن کیخسرو و رستم نزد فرانگیز می روند و کیخسرو پیشنهاد درخواست فریبرز را به مادرش می گوید. فرانگیز چون سخن فرزند را می شنود، آه سرد از دل برمی آورد و به یاد دوران گذشته اشک از چشمانش جاری می شود. رستم فرانگیز را می ستاید. ز پاکی به گوهر ستوده تند، که گم باد اندر جهان دشمنت. اگر بشنوی پند و اندرز من، تو دانی که نشکیبد از شوی زن. فریبرز کاووس پیروز بخت، که در خورد تاج است و زیبای تخت. به گوهر سیاوش را همسر است، برادرش و زان تخم و زان گوهر است. از این هر دو بهره به فرمان اوست، چه آباد و ویران هم از زان اوست. به دستور و رأی و فرمان شاه، پسندیدم شما را جفت ما. فرانگیز هرچند با دادن پاسخ به فرزند و رستم شرم دارد، اما سرانجام به رستم میگوید با سخن تو زبان من بسته شد و اکنون هرچه شاه فرمان دهد همان میکنم. رستم شادمان می شود و چون کیخسرو نیز راضی به این پیوند است درنگ نمی کند. موبدان را فرا می خواند و بر رسم و آیین زمان فرانگیز و فریبرز در حضور کیخسرو و رستم پیوند همسری می بندند. بدین گونه فرانگیز دختر افراسیاب بیوه سیاوش و مادر کیخسرو سرانجام با فریبرز فرزند کاووس شاه و برادر سیاوش پیوند می بندد
و در زمانی که دوران شیرین و تلخ جوانی را پشت سر گذاشته است، زندگی تازه‌ای را آغاز می‌کند. نقش فرنگیز در صحنه زندگی پرفراز و نشیبش همواره نقش پویا و مثبت بوده است. او به عنوان دختر افراسیاب شاه توران خردمند و آگاه است. در نقش همسر سیاوش پرشور در عشق و پاک با وفا و در مقام مادر کیخسرو زنی ایثارگر پرتلاش و مقاوم است. او در همه لحظه های زندگی سرشار از مهر، محبت، عاطفه و آگاهی است. شخصیت پایدار و استوار دارد که از دشواری‌ها و رنج‌های زمانه تزلزل نمی‌بیند و همواره با شور و توان آگاهانه می‌اندیشد و عمل می‌کند. با دقت در روایت شاهنامه از زندگی فرنگیز متوجه می شویم که ما با دو دوره از زندگی فرنگیز، یا بهتر از بگوییم با دو فرنگیز مواجهیم. نخست فرنگیز پیش از مرگ سیاوش و دوم فرنگیز پس از مرگ سیاوش. شب پیش از مرگ سیاوش که فرنگیز را در کنار دارد سرنوشت خیش را خواب می بیند و بعد وصیتش را برای آینده فرزندشان و ایران به فرنگیز می گوید. بعد از آن دیگر فرنگیزی می بینیم که کاملا متحول شده. نه آن دختر فقط زیبا که کار کرد و خردمندی و شگفتی دیگر از او دیده نمی شود، بلکه زنی که بار سنگین سرنوشت آینده ایران و توران را با آگاهی، رازداری و وفاداری به همسر مقتولش در بطن می پروراند و از شگفتی سازان شاهنامه می شود. شخصیت پرمایه فرنگیز در واقع پس از شنیدن وصیت شوهرش به کمال جلوگر می شود. در آخرین شب زندگی سیاوش فرنگیز ظهور می کند، فرزانه و بس رازدار، زن بظاهر شکننده در چنگ دژخیمان و در درون ناگشودنی و استوار. در کنار این همه فرنگیز نمادی از زنان رنج کشیده است که در بازی قدرتمردان قربانی سیاست‌ها و تصمیم‌ها می‌شوند. او زندگیش قربانی بازی‌های سیاسی شد، همان گونه که همسرش سیاوش قربانی بازی‌های قدرت در روابط شخصی و خانوادگی شد. قصه زندگی فرنگیز قصه زنی است با احساسات، عواطف و اندیشه های پاک که رنج و اندوه سراسر زندگیش را پر کرده است. از مرگ فرنگیز گزارش در شاهنامه نیامده است، اما کیخسرو در آخرین روزهای زندگیش در گله از ناپایداری جهان به مادری از دست داده‌اش اشاره دارد که دلیری کرد و از رود جیهون گذشت. کجا مادرم دخت افراسیاب، که بگذشت زانسان به دریای آب. مقایسه فرنگیز با زنان امروز افغانستان شباهت‌ها و تفاوت‌های قابل توجهی را نمایان می‌کند. هر دو گروه از زنان در شرایط پر از رنج و مبارزه قرار دارند. فرنگیز در شاهنامه با چالش‌های خانوادگی، سیاسی و اجتماعی فراوان روبرو بود و برای تأمین آینده فرزندش کیخسرو ایثار و فداکاری بسیار کرد. مشابه او زنان افغانستان امروز نیز در میان جنگ‌ها، بحران‌ها و محدودیت‌های شدید برای حفظ خانواده‌هایشان مبارزه می‌کنند و اغلب از حقوق اولیه خود محرومند.
مقاومت در برابر ظلم ایستادگی در برابر شرایط سخت ویژگی مشترک این دو گروه است. با این حال تفاوت‌های نیز وجود دارد. فرنگیز در دنیای افسانه‌ای شاهنامه تا حدی از قدرت اجتماعی و سیاسی برخوردار بود، در حالی که زنان افغانستان امروز عمدتاً از آزادی‌های فردی و اجتماعی خود محرومند و در نظام‌های سختگیرانه مانند طالبان دسترسی به آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی برای آنان محدود شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که هر دو گروه از زنان برغم زمان و مکان متفاوت در برابر ظلم و نابرابری مبارزه می‌کنند، اما با چالش‌های مختلف مواجه‌اند که به طور مستقیم بر توانمندی‌های فردی و اجتماعیشان تأثیر می‌گذارد. فردوسی در شاهنامه فرنگیز را با عناوین و صفات دلنشین مانند مهتر خوبان، سرو سیمین، خوبروی، مهتر بانوان، سر بانوان، سرو سهی، خوبچیر، ماهروی، ماه نو، فرخ نژاد یاد کرده است. بدرود.